سلام به همگی. خب تا اینجای کار ما یاد گرفتیم که چطور با فلکس کانتینر چارچوب و کلیات چیدمان صفحمون رو کنترل کنیم. اما میدونید جادوی اصلی فلکس باکس کجاست؟ دقیقاً وقتیه که میتونیم روی تک تک آیتم های داخل اون کانتینر زوم کنیم و رفتار هر کدوم رو جداگونه و سفارشی کنترل کنیم. توی این قسمت دقیقاً میخوایم همین کار رو انجام بدیم. پس دیگه وقتشه از اون نگاه کلی به کانتینر فاصله بگیریم و یه رست بریم سراغ خود آیتما. چطور میتونیم به هر کدوم از این آیتم‌ها یه شخصیت و رفتار منحصر به فرد بدیم؟ یعنی سوال اصلی اینه مگه نه؟ چطور میتونیم به یه آیتم خاص دستور بدیم که هی تو از بقیه بزرگتر شو، یا به یه آیتم دیگه بگیم تو تحت هیچ شرایطی حق نداری کوچیک بشی؟ جواب این سوال توی 3 تا ویژگی خیلی کلیدی پنهون شده. ببینید برای این کار ما 3 تا ابزار فوق‌العاده قدرتمند داریم. یکی فلکس گرو، یکی فلکس شرینک و آخری هم فلکس بیسس. این 3 تا رفیق با همدیگه به ما یک کنترل کامل روی اندازه و انعطاف پذیری هر آیتمی که دلمون بخواد میدن. خب بزن بریم سراغ اولیش. بسیار خوب، بریم سراغ اولین ویژگی، فلکس گرو. داستان فلکس گرو کلاً در مورد مدیریت کردن فضای اضافیه. یعنی فرض کنید توی کانتینر ما یه فضای خالی مونده. این ویژگی میاد و تعیین میکنه که آیتم ها با این فضای خالی چیکار کنن و چطوری اون رو پر کنن. اگه بخوام خیلی ساده بگم، فلکس گرو مشخص میکنه که هر آیتم چقدر اجازه داره بزرگ بشه و اون فضای خالی توی کانتینر رو مال خودش کنه. یه نکته مهم، این ویژگی یه عدد خالیه، یعنی واحد نداره. مثلا 0، 1، 2، همین. خب حالا اینجا رو نگاه کنید تا رفتار پیش‌فرضش رو ببینیم. به طور پیش‌فرض فلکس گرو برای همه آیتم ها 0. 0 یعنی چی؟ یعنی قابلیت رشدشون خاموشه. اصلا بزرگتر نمیشن. ولی به محض اینکه این عدد رو میکنیم 1، انگار یک کلید رو زدیم و قابلیت رشد رو روشن کردیم. و اگه همه آیتم ها فلکس گرو 1 داشته باشن، اون فضای خالی اضافه خیلی عادلانه و مساوی بین همشون تقسیم میشه. حالا یه سوال، اگه نخوایم مساوی رشد کنن چی؟ اینجاست که قدرت واقعی این ویژگی معلوم میشه. فرض کنین یه آیتم فلکس گروش 2 باشه و اون یکی 1. آیتمی که مقدارش 2 هست سعی میکنه 2 برابر اون یکی از فضای خالی رو مال خودش کنه. پس این عددها در واقع نسبت سهم‌بندی اون فضای خالی رو مشخص میکنن. خب تا اینجا یاد گرفتیم چطور آیتم ها رو بزرگ کنیم. حالا بریم سراغ سناریوی کاملا برعکس. یعنی وقتی که فضا کمه و آیتم ها مجبورن خودشونو جمع و جور کنن. اون موقع چی میشه؟ اینجاست که فلکس شرینک وارد بازی میشه که دقیقاً نقطه مقابل فلکس گرو هست. کارش اینه که تعیین کنه اگه کانتینر زیادی کوچیک شد، هر آیتم چقدر حق داره کوچیک بشه یا به قول معروف آب بره تا بتونه خودش رو توی اون فضا جا بده. اینجا یه نکته فوق‌العاده مهم داریم. حواستون باشه. مقدار پیش‌فرض فلکس شرینک 1. این یعنی همه آیتم ها به صورت اتوماتیک اجازه دارن که کوچیک بشن تا سرریز نکنن. اما جادوی اصلی وقتیه که مقدارش رو میذاریم روی 0. وقتی میگیم فلکس شرینک 0، انگار داریم به اون آیتم دستور میدیم تو تحت هیچ شرایطی کوچیک نمیشی. و اون آیتم هم به حرفمون گوش میده و اندازش رو حفظ میکنه، حتی اگه این کار به قیمت بیرون زدن از کادر تموم بشه. این یه کاربرد واقعاً حیاتی و عملی داره. فکر کنید یه لوگو دارید یا یه دکمه خیلی مهم توی منوی سایت. شما اصلاً دلتون نمیخواد وقتی کاربر با گوشی سایت رو باز میکنه اون لوگو له بشه یا دکمه‌تون غیر قابل استفاده بشه، درسته؟ خب خیلی راحت با دادن فلکس شرینک 0 به اون لوگو مطمئن میشید که همیشه و همه جا اندازه اصلی و درستش رو حفظ میکنه. خیلی خوب، پس ما در مورد بزرگ شدن و کوچیک شدن حرف زدیم. ولی یه سوال، این بزرگ و کوچیک شدن نسبت به چی حساب میشه؟ یعنی نقطه شروع کجاست؟ اینجاست که پای سومین ویژگی مهم ما به میدون باز میشه. فلکس بیسس کارش خیلی ساده و مهمه. میاد و اندازه اولیه یه آیتم رو مشخص میکنه. یعنی قبل از این که اصلا بخوایم به فلکس گرو یا فلکس شرینک فکر کنیم. در واقع این خط شروع ماست. آیتم از این اندازه شروع میکنه به بزرگ یا کوچیک شدن. خب اینجا ممکنه بپرسی که این چه فرقی با همون ویتخ خودمون داره.
سوال خیلی خوبیه. نکته کلیدی اینه. وقتی ما توی یه دنیای فلکس باکس هستیم، فلکس بیسیس پادشاهه. چرا؟ چون این ویژگی جزئی از خود سیستم محاسباتی فلکس باکسه. ولی ویت یه ویژگی عمومیه که ممکنه توسط فلکس گرو یا فلکس شرینک نادیده گرفته بشه. پس یه قانون کلی برای خودتون بذارید. توی فلکس باکس برای اندازه دادن از فلکس بیسیس استفاده کنید تا کارتون دقیق‌تر باشه. و فقط برای اینکه بحث رو کامل کرده باشیم، اینم بگم که مقدار پیش‌فرض فلکس بیسیس آتو هست. آتو یعنی چی؟ یعنی اگه شما خودتون بهش یه اندازه ندید، فلکس باکس میره نگاه میکنه به محتوای داخل آیتم، یا اگه ویتس براش تعریف کرده باشید به اون نگاه میکنه و همون رو به عنوان اندازه پایه در نظر میگیره. عالی. خب بیایید یه جنبندی سریع از این 3 ابزار قدرتمند داشته باشیم و بعدش ببینیم قدم بعدی چیه. پس اگه بخوایم خلاصه کنیم، فلکس گرو قابلیت بزرگ شدن توی فضای خالی، فلکس شرینک قابلیت جمع و جور شدن وقتی فضا کمه و فلکس بیسیس اندازه پایه آیتم قبل از هر تغییری. این 3 در کنار هم به ما کنترل بی‌نظیری روی تک تک آیتم ها میدن. خب همه اینا عالیه. ولی هی دونه دونه نوشتن فلکس گرو، فلکس شرینک، فلکس بیسیس یکم خسته کننده نیست؟ سوالی که اینجا مطرح میشه اینه. یعنی هیچ راهی نیست که بشه همه اینها رو توی یه خط کد خیلی شیک و خلاصه نوشت؟ خبر خوب اینه که چرا هست و این دقیقاً همون چیزیه که توی قسمت بعدی میخوایم با هم یاد بگیریم.